سرخطی مهمترین خبرها. شورای حقوق بشر سوزانیدن قرآن را محکوم کرد. قانونشکنی هزارها نابالغ در تاجیکستان. سلاح و تکنیک‌های واگنر را به ارتش روسیه دادند. سلام بیننده‌های گرامی، نویدی بامدادی را با آخرین خبرها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز جمعه 14 ایول است. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 12 ایول با قطعنامه سوزانیدن قرآن را محکوم کرد. جلسه فوری شورا بعد سوزانیدن قرآن در شویتسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فولکر تورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی می شوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان حالت اخیر تحقیر آشکارای قرآن را محکوم می کند و به جوابگری کشیدن گناهکاران آن را می خواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رای دادند. کشورهای ضد از جمله ایالات متحده آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و ضد آزادی بیان است. روز 28 ایون زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، سالوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد. نوار این عمل در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. عربستان سعودی، عراق، ایران، مراکش و دیگر کشورهای مسلمانی این حادثه را محکوم کردند. اسلحه و تکنیک‌های نظامی مربوط به شرکت خصوصی نظامی واگنر را به ارتش روسیه دادند. در این باره روز چهارشنبه وزارت مدافع روسیه خبر داد. به اطلاع وزارت بیشتر از 2000 تکنیک نظامی، اینچنین اسلحه آتشفشان و مهمات دیگری جنگی دریافت شده است. میان تکنیک‌های به وزارت داده شده صدها عدد تکنیک‌های وزنین، تانک‌های T-90، T-80، T-72، توپخانه‌های گراد، اوراگان، مجموعه موشکی پانسیر و دیگر تکنیک موجود است. در وزارت مدافع روسیه گفتند بعضی از این تکنیک‌ها باری هم در جنگ استفاده نشده‌اند. شرکت واگنر از سوی یوگنی پریگوژین، تاجر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سال 2014 تأسیس شد. زرخریدان واگنر در جنگ‌های دونباس اشتراک و از حرکت جدایی طلب حمایت می‌کردند. این زرخریدان همچنین در نزاع‌های آفریقا و شرق نزدیک اشتراک داشتند. آنها در جنایت‌های جنگی از جمله قتل‌های غیر دادگاهی عیبدار می‌شوند. در یک سال 2022 در کشور بیشتر از 16000 نابالغ برای حقوق ویرانکنی‌های گوناگون بازداشت و به مقامات وزارت کارهای داخلی دسترس شدند که این رقم نسبت به سال 2021 1000 نفر بیشتر می باشد. این آمار را وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان در گزارش اخیرش نشر کرده است. بر پایه این گزارش 11500 این نابالغان خواننده مکتب بودند. مقامات سالهای اخیر از حقوق ویرانکنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتش مکتب خوانند نگرانی می کنند. این در حالی است که در تاجیکستان از سال 2011 قانون مسئولیت والدین در تربیت فرزند عمل می کند و جزا برای تربیت ناسالمی فرزند برای پدر و مادر را شدید کرده است. شهروندان تاجیکستان باید تا 1 آگوست کارت بانکی بگیرند یا همیان موبیلی کشایند. در عکس حال نمیتوانند انداز باج دولتی، پول خدمات کمونالی، خدمات طبی و حتی جریمه را سپارند. در رابطه با این همکاران ما شهلای عبدالله و امیر ایسایف از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدند که آیا این نظام پرداخت برایشان دسترس است و تا کجا کاری آنها را آسان خواهد کرد؟ پاسخ را اینجا میبینیم. چیز باید با واسطه کارت باشد یا اینکه مثلا غیر نقدی سپرده شود. Что визарат это удобно. Нағза ранги Россия бори меша электронный. Агар шуру гузарад. جایی که ما مبلغ گذاری در کارتون میمونیم، همه بعضی وقت خنگ نظری از طرف تاجیک سیتی همونجا میشه. ریپارتویت سر وقت نمیگذره. با در کارت نمیبیاد. همون گامیده خنگ نظری نکنه، همین با تنظیم در اوران نو خوبتر میشه. سبب اساسی همین برای با نوبت نمیگیرن. همین آدمایی که میبرن یک بار دو بار میکنن پارتو مبلغ شو در دیگر جا میرود، سر وقت توغل در کارتون نمیگذره. ما همین فکر دارم. برای من خدای و بسنده. نظاره چهم میدوزد، راهبراش هم میدوزد. به کیشی دولت دارد تا مردم خیلی پایده. جمع اومدن است. کارت نداره یک تا دیمش سفر کارت نمیروم. که از نگاه مثال جامعه این کارپسی ایبان میره. با خاطر که مثال که ما کارت ها داریم، این نقدی نیست که ما مثال با دست بریم بتیم، اینکه ایسری پولی دادگی ما مینوس کرده شود. چیزی که در اصل هست ما هم را میسپاریم شد. در کی چیزی که نیست ما
споридашон метавонам. مثلا карта шавад аз пушти карта сера оно мисол давлат назорат мебара ко мисол чанд қа мегзарнан кай мегзарнан чӣ хел мегзаронанд мисол чанд сум талаб карданд чӣ хел карданд ира бояд назорат карда шавад барои чӣ барои оне ки хоҳ нохоҳ дар ин байнам با قول حاضر بگم ماشینی که کرده میشد کارتا که این ناممکنه هیچ مثال اون چیزی که مبلغی که ما در نویسندگی ما هوای میگذرونیم انا اصولش با خدا میدونه که اصولش چی میشه و همونجا میگذره و اگر مثال اصولش خدا میدونه نه که حساب ما همون چند که مثال چند مقداری که نوشته میشه ما میسپاریم تمام. بیننده‌های عزیز شما چی نظر دارید؟ شما نیز کارت بانکی یا همیانی موبیلی دارید؟ حتما زیر این ویدیو با ما نویسید. در شهر تاشکند ازبکستان 2 نفر را با گمان قلابی بازداشت کردند. آنها به چند نفر وعده دادند که آنها را توسط مکزیک به ایالات متحده آمریکا میبرند. درباره بازداشت گمانبران دادستانی کلی ازبکستان روز 12 ایول خبر داد. دادستانی میگوید بازداشت شده‌ها به ساکنان وعده کردند که در عوض $30,000 آنها را به آمریکا میرسانند. دادستانی در اساس ماده‌های قلابی و مایل کردن به پاره‌دهی پرونده باز کرده است. وقت‌های اخیر در ازبکستان بازداشت افراد زیاد شده است که به تجارت ارسال ساکنان به آمریکا توسط مکزیک دست میزنند. در ماه می نیز در ازبکستان مرد با همین اتهام بازداشت شد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 14 ایول را فرا می گیرد. 14 ایول سال 2020 دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان از قرار استرداد حزب‌الله شاولیزاده از австрия حمایت کرد و گفت این شهروند 29 ساله برای فعالیت‌های غیر قانونیش به جوابگری کشیده شد. شاولیزاده که درخواست پناهندگی کرده بود برای عضویت در حزب نهضت اسلامی گناهکار شد ولی خود او و این سازمان این اتهام را بی اساس مینامد. مقامات австрия بعداً گفتند که قرار تسلیم او خطا بود و شاولیزاده باید به وینه برگردد. 14 ایول سال 2002 حکومت تاجیکستان برنامه نوبتی خصوصی گردانی مالکیت دولتی را برای 2 سال بعدی تصدیق کرد. تا آن زمان در تاجیکستان تنها کارخانه‌های خرد و میانه خصوصی کرده شدند ولی درباره جریان این روند و نتیجه‌های آن اساساً ارزیابی‌های منفی صدا داده است. 14 ایول سال 2008 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک نامه به عنوان مدیر صندوق بین‌المللی پول از دادن اطلاع بر دروغ به این سازمان ابراز تأسف کرده است. ماه فوریه سال 2008 صندوق بین‌المللی پول گفت حکومت تاجیکستان بر اساس اطلاع بر دروغ از این سازمان مالی $48 میلیون قرض گرفته است و باید آن را برگرداند. این قضیه به گفته صندوق بین‌المللی پول اعتماد سرمایه‌گذاران و کشورهای دونور به حکومت تاجیکستان را کاهش داد. امروز 14 ایول 1000 روبل با 121 سومونی برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان $100 آمریکایی برابر با 1092 سومونی و 100 یورو با 1221 سومونی عوض می شود. بیننده‌های گرامی شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان رو حتما به ما نویسید. تا دیدار بعدی در همین برنامه خیر خدا نگهدار.